آیا تا به حال به این فکر کردی که اگه یه موجود فضایی توی بدن شما زندگی کنه چه حسی خواهی داشت؟ آیا میتونی باش کنار بیای یا به دشمنی تبدیل میشی؟ سلام همه دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوایم درباره یکی از فیلم‌های مورد انتظار سال 2024 صحبت کنیم، ونوم. حالا که به سال 2025 وارد شدیم، بیایید ببینیم آیا این دنباله تونسته انتظارات رو برآورده کنه یا نه. اگه شما هم از طرفداران ونوم هستید یا به دنیای ابرقهرمان‌ها علاقه دارید، این ویدیو برای خودتونه. لیتس گو. خلاصه داستان ونوم 2024 دوباره با ادی براک با بازی تام هاردی ملاقات میکنیم. داستان از جایی شروع میشه که ادی و ونوم در تلاشن تا یه تعادل توی زندگیشون پیدا کنن. این بار اونها با یک دشمن جدید به نام کارنکس مواجه میشن که تهدیدی جدی برای شهر و حتی خودشون به حساب میاد. کارنکس قدرت فوق‌العاده‌ای داره و میخواد ونوم و ادی رو نابود کنه. ادی براک ونوم. تام هاردی توی نقش ادی براک واقعا عالی عمل کرده. رابطش با ونوم خیلی جذاب و خنده‌دار است. کارنکس، این شخصیت شرور جدید، با بازی یک بازیگر تازه کار حس ترس و تهدید رو به داستان اضافه کرده و قدرت‌هاش به خوبی توی فیلم نشون داده شده. فیلم برداری و صداگذاری ونوم 2024 توسط رابرت ریچاردسون انجام شده. نورپردازی و زوایای دوربین به خوبی احساسات شخصیت‌ها و تنش‌های داستان رو منتقل می‌کنه. صحنه‌های اکشن هم خیلی خوب طراحی شدن و حرکات سریع ونوم رو به خوبی نشون میدن. در مورد صداگذاری بخوام صحبت کنم، صدای ونوم واقعا جذابه که صداگذاریش توسط رنی ویتاکر انجام شده. حس و حال شخصیت رو به خوبی منتقل میکنه. صداگذاری توی صحنه‌های اکشن مخصوصا و لحظات کمدی به ایجاد جو فیلم کمک کرده و تماشاگران رو درگیر میکنه. فیلم ونوم نمرات خیلی خوبی و متفاوتی از وبسایت‌های معتبر گرفته. مثلا تو وبسایت IMDb نمره 7.2 از 10 و نمره منتقدان 75% و نمره تماشاگران 85% بوده. این نمرات نشون میده که نظرات منتقدان و تماشاگران درباره فیلم متفاوت بوده و میتونه به شما در تصمیم گیری برای تماشای آن کمک کنه. تجربه شخصی من اینه که شخصا من واقعا از تماشای ونوم 2024 لذت بردم. این فیلم تونسته بود به خوبی اکشن و کمدی رو از هم جدا کنه و یه ترکیب خفن بسازه. لحظه‌های خنده‌دارش به اندازه کافی سرگرم کننده بود و من به شدت با شخصیت ادی براک و ونوم ارتباط برقرار کردم. تام هاردی واقعا عالی بازی کرده بود و رابطش با ونوم خیلی جذاب و باحال بود. اگر شما هم به دنیای ابرقهرمان‌ها علاقه دارید، این فیلم رو حتما ببینید. من واقعا پیشنهاد میکنم چون هم سرگرم کننده است و هم میتونه شما رو به فکر درباره روابط و چالش‌های زندگی بندازه. خب، عملکرد بازیگران: تام هاردی و بازیگران مکمل خیلی خوب توی نقش‌های خودشون ظاهر شدن و شیمی خوبی بین هم ایجاد کرده بودن. از لحاظ جلوه‌های ویژه بخوام بگم و طراحی کاراکترها به ویژه تو صحنه‌های اکشن خیلی خوب و با تمرکز انجام شده. تماشاگران رو به خوبی درگیر میکنه. طنز و کمدی فیلم در کنار اکشن لحظات کمدی خوبی داره که باعث میشه تماشاگران لبخند بزنن و از تماشای فیلم لذت ببرن. نکات منفی فیلم: داستان. بعضی از منتقدان میگن که داستان ممکنه کمی تکراری به نظر برسه و از الگوهای کلیشه‌ای استفاده کنه. توسعه شخصیت‌ها: در بعضی موارد شخصیت‌های فرعی به خوبی توسعه نیافتن و ممکنه تماشاگران احساس کنن که برخی از آنها به اندازه کافی در داستان مورد توجه قرار نگرفتن. و همچنین بعد از انتشار ونوم 2024 حواشی جالبی توی فضای مجازی شکل گرفت. بعضی از طرفداران نقد و بررسی متفاوتی نوشتن و نظرات مختلفی درباره فیلم داشتن. همچنین شایعاتی هم درباره دنباله‌های احتمالی و ارتباط این فیلم با دنیای سینمایی مارول منتشر شد. به علاوه برخی از منتقدان به مقایسه این فیلم با آثار قبلی ونوم پرداختن و نظرات متفاوتی درباره کیفیت و جذابیت آن ارائه شد. و همینطور در مقایسه با فیلم‌های قبلی ونوم باید بگم که ونوم 2024 از نظر جلوه‌های ویژه، طراحی کاراکترها و همچنین تنوع در شخصیت‌ها و داستان‌های فرعی بیشتر شده. تنوعش خیلی بیشتر شده. اما بعضی از منتقدان میگن که داستان هنوز هم به اندازه کافی نوآورانه نیست و از الگوهای کلیشه‌ای استفاده میکنه. نتیجه گیری: حاجی، به نظر من ونوم 2024 یه تجربه سرگرم کننده و هیجان انگیز برای طرفداران ابرقهرمان هاست. با وجود برخی نقاط ضعف، این فیلم تونسته با ترکیب اکشن و کمدی و شخصیت‌های جذاب تماشاگران رو راضی نگه داره. اگر به دنیای ابرقهرمان‌ها علاقه داری و از فیلم‌های اکشن لذت میبرید، این فیلم قطعاً ارزش تماشا رو داره. خب گایز، به پایان این نقد و بررسی خفن و جامع از فیلم ونوم 2024 رسیدیم. از شما ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگر نظرتون رو دوست دارید با من در میون بذارید، من حتما جواب میدم. و فراموش نکنید که کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. تا ویدیو بعد، خداحافظ. راستی قبلش
میدونی چرا میگم باید از ویدیوهای بعد مطلع شی؟ چون زمان تو برای من خیلی مهمه. من بهترین نقد و بررسی، جامع‌ترین نقد و بررسی درباره بروزترین فیلم‌های دنیا میذارم. لایک کردن تو باعث میشه من انرژی بگیرم، چون زمان تو برای من مهمه. توی 5 دقیقه میام بهترین سریال یا اون سریال و فیلمی که میخوای ببینی و برات بررسی میکنم که تو اون 2 هفته 3 هفته زمانی که میخوای بذاری یا اون 2 ساعت زمانی که میخوای بذاری برای یه فیلم سینمایی رو به بهترین شکل ممکن بذاری و از دیدنش پشیمون نشی. عاشقتم. تا ویدیو بعد دوباره خداحافظ.